آیا شما هم در این شب‌های طولانی زمستان درد دندان دارید و نمیدانید چگونه درمان کنید؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوع خواهیم پرداخت. پس در ادامه با من همراه باشید. به طور کلی درد دندان درد آزاردهنده و کلافه کننده است. ویژه زمانی که در شب به سراغ فرد میآید. احتمال در این زمان فرد چاره‌ای به جز استفاده از روش‌های خانگی برای درمان درد دندان در شب نخواهد داشت. به همین دلیل تصمیم گرفتم تا این مطلب را ارائه کنم و راهکارها برای درمان سریع دندان درد دندان در شب اختصاص دادم. با استفاده از این روش تا زمان مراجعه به پزشک قادر به تحمل کردن آن خواهید بود. استفاده از داروهای مسکن اولین و بهترین راه‌ها برای درمان درد دندان و مصرف داروهای مسکن مانند ایبوپروفین و اسپرین است. شستن دهان با استفاده از دهانشویه، کشیدن نخ دندان و مسواک زدن، استفاده از کمپرس سرد یا توته یخ، شستشوی دهان با آب نمک، استفاده از خمیر دندان ضد حساسیت، جویدن سیر و پیاز، بالا نگه داشتن سر، استفاده از ملم‌های به‌حس کننده، میخک، بیوروفین، ژولوفین، استامینوفین و سلکوکسیپ می باشد. شما می توانید با این روش‌ها درد دندانتان را کاهش دهید. شما عزیزان هم نظریاتتان را در قسمت کامنت بنویسید و همچنان اگر تا هنوز دوست کانال یوتیوب من نشدید برای دوست شدن در کانال من علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.